Sverige att som EUs ordförande bevista den här ceremonin. Det föranleder mig att rikta en fråga till regeringen Reinfeldt. Hur ställer ni er till den iranska regimens hantering av de som protesterat mot valfusket i Iran? Hur kommer det sig att Sverige efter 8 veckors blodig repression, under vilka regimen mördat åtminstone ett 20-tal demonstranter, arresterat och torterat tusentals andra, iscensatt teatrala massrättegångar? Till det iranska folket vill jag säga: ge inte upp. Era protester har inte varit overksamma. De har inte varit förgäves. Det är en försvagad regim som installeras idag. En regim som är splittrad internt. En regim utan trovärdighet. En regim utan legitimitet. جمهوری اسلامی نمیخواد حکومت زن ستیز نمیخواد حکومت دیکتاتور نمیخواد زنده باد آزادی مرگ بر استبداد زنده باد آزادی مرگ بر استبداد. Men vi vet att fredliga demonstranter i Iran genom tortyr tvingats till falska erkännanden att de gått utlänningars ärenden. Regimen tar inte sin egen befolkning på allvar. Den lyssnar inte på den utan försöker blanda bort korten. Enligt artikel 7 i FN-deklarationen är alla människor berättigade till skydd mot alla former av diskriminering. امروز جنبش مردم ایران نشان داده است که هویت حکومت اسلامی در ایران چیست. جنبش شکوهمند امروز مردم ایران به رغم 2 ماه از آن گذشتن کارکرد و فرایند سالها را به ما نشان داده است. 30 سال فعالیت‌های گوناگون به دلایل مختلف نتوانست چنین جنبشی رو به همه جهانیان نشان بدهد و ایرانیان آزادیخواه را سربلند و غرور آفرین نشان بدهد. علت اصلی پیروزی این جنبش که در عرض 2 ماه حرکت‌های عمقی و ژرفای بسیاری رو داشته است به زعم من چند چیز هست. ما همه با درد مشترک فریاد برمی‌آوریم که آزادی می‌خواهیم، که حکومت اسلامی نمی‌خواهیم. ما همه همگام و هم هدف مشترک به سوی آرمان‌های خودمون میریم. اما جنبش امروز ایران، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، به ما نشان داد که ما دارای اندیشه مشترک نیستیم. ما وحدت کلمه نداریم و وحدت کلمه نمیخواهیم. اندیشه مشترک نمیخواهیم. دموکراسی جامعه مردم آگاهانه، یعنی جامعه‌ای که همه قوم‌ها، اقلیت‌ها، اندیشه‌ها، ایدئولوژی‌ها، حزب‌ها، سازمان‌ها، گروه‌ها و حتی افراد بتوانند به آن گونه که می‌خواهند بیندیشند، به آن گونه که می‌خواهند بیان کنند و به آن گونه که می‌خواهند به دنبال هدفشان باشند. جنبش امروز که به نام جنبش صبر یا جنبش زنجیره انسانی شناخته شده است، نشان داد برای نخستین بار در تاریخ ایران سبز تنها یک معنا ندارد. سبز متعلق به تمام گروه‌ها، اندیشه‌ها، اقلیت‌ها، قوم‌ها و همه مردم ایران است. ما باید بیاموزیم که به سوی روشنایی، به سوی آزادی
به سوی گستردگی و فراخ بودن جهان حرکت کنیم. ما باید بیاموزیم که در برابر مرگ از زندگی دفاع کنیم. وقتی که هر کدام از ما فریاد میزنیم زنده باد آزادی، معنای آن روشن است. هیچ نوع استبداد، هیچ نوع دیکتاتوری، هیچ نوع ایدئولوژی، هیچ نوع اسلامیسم، هیچ نوع حکومتی که بخواهد حقوق تک تک ما را و حقوق عمومی ما را نادیده بگیرد بر نمیتابیم. روشن است. زنده باد آزادی، پاینده باد ایران. متشکرم.